دوست من مک قراره ترسناکترین لحظه عمر خودشو تجربه کنه. محض اطلاعات میخوام بگم من از چیزی نمیترسم. نمیتونی منو بترسونی. دورشو بپوشونید. تو باید 10 دقیقه با 1000 تا عنکبوت اینجا بمونی تا بتونی به مرحله بعد عنکبوت رو آزاد کنی. تایمر رو شروع کنی. دلیل این کارم اینه که من گفته مهم نیست چقدر تلاش کنم، نمیتونم بترسونمش. حالا قبول میکنی ترسیدی؟ یکم دارم میترسم. آره، ولی این فقط یکی از ترسایی که مک باید در این ویدیو باش روبرو بشه. وای خدا، اگه بتونه با تمام این ترس روبرو بشه $800,000 خواهد برد. راستشو بگم این خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که فکر میکردم. جیمی 3 2 1 بلندش کنید، بلندش کنید. آره، بابت رد کردن اولی مرحله تبریک میگم. همینه. اما مک برای بردن $800,000 باید با تمام این ترس روبرو بشه. مک میدونم چشمات بسته شده، ولی بهم اعتماد کن. بکشیدش بالا. چرا زانو زدی؟ این چیه؟ بلند شو بابا، بلند شو، چیزی نیست، چیزی نه خیلی خوب، باشه جیمی، باشه. خیلی خوب باشه، میتونی منو نگه داری، خیلی بامزه است. خیلی خوب مک، حالا چشتو وا کن. به چالش دوم خوش اومدی. وای نه جیمی. ترس بعدی ترس از ارتفاعه. باید لبه اون تخته بمونی، اینو باز کنی در حالی که هیچی نگهت نه رفیق. اون دکمه رو فشار بدی و بعد یه سقوط آزاد از ارتفاع 200 فوتی رو تجربه کنی. البته نمیدونی چطوری، ولی مطمئن باش من میگیرم. میدونی که دارم میلرزم. قراره بدونی که به چیزی وصل باشم از این ارتفاع بپرم پایین. حتی نمیتونم زمین رو ببینم. مراقب خودت باش مک. محض اطلاعات میگم، با که نمیتونی زمین رو ببینی ولی ارتفاعات خیلی زیاده. من مک فقط باید کمربند رو باز کنی و دکمه رو فشار بدی. وای خدایا. جیمی میخوام تو چشام نگاه کنی یا بهم بگی وقتی از این بالا افتادم پایین یه چیزی قراره منو بگیره. یه چیزی جلوی سقوط رو میگیره، من قول میدم. وای خدایا، اصلا به چیزی تو وصل نیستی. وای خدای من. رو باز کرد. خدای من. لازم نیست این کار رو انجام بدی. اگه بخوای میتونی بیخیال بشی و بگی که قبول داری که این اشتباهی که از چیزی نمیترسی. وای امکان نداره. لازمه بگم من اصلا میاد که حسابی ترسیدیه. وای خدای من. 5 4 3 2 1. خدا به همراه. خدا به همراه. 0. بزن بری. باورم نمیشه. انجامش واقعا دیوونه است. شاید کنجکاوید که بدونی که مک دوست دیوونه من کیه. اون یکی از شرکت کننده های یکی از ویدیوهای چالش منه که متاسفانه نتونست $800,000 برنده بشه، اما حالا به سومین از ششمین چالش رسیده و قصد داره اون پولو به دست بیاره. چالش بعدی. این چیه؟ یه ماشین $5 گرفتی و $800,000 رو داخلش گذاشتی؟ همونطور که میبینی این ماشین رو به دریاچه گذاشتن. پس ازم میخوای با ماشین برم تو دریاچه، درسته؟ نه، این کار خطرناکه. همونطور که میبینی این ماشین پدال گاز نداره، پس نمیتونی باش بری توی دریاچه. آره واقعا احمقم. چرا فکر کردم میتونم باش برم تو دریاچه؟ واقعا احمق. برای همین ما میخوایم بندازیمش تو دریاچه. جر ثقیلی بیاریم. جیمی واقعا میخوای این کارو بکنی؟ جیمی خدای من. وای خدا جون. خیلی حواست باشه، خوب گوش کن. بمسین که بندازیم توی دریاچه، ماشین شروع میکنه به غرق شدن. $800,000 که برای رسیدن بهش تلاش میکنی تو 8 تا کیف ضد آب تقسیم شدن و توی صندلی عقب گذاشته شدن. تعداد کیفایی که بتونی از دریاچه بیاری بیرون تعیین میکنه که در آخر این ویدیو چقدر پول به دست میاری و پولی که نتونی با خودت بیاری برای همیشه از دست میدی. خدای من رفیق، هیچ وقت قرار نیست بهت بگم که از چیزی ترسیدم، ولی الان تو رو درک میکنم. میدونم. قبل از اینکه ماشین رو بندازیم میخوام یه پیشنهاد بهت بکنم. اگه بیخیال بشی و قبول کنی ترسوندمت $100,000 بهت میدم. فکر کنم منصفانه باشه. چطوره؟ قبول میکنی؟ باشه قبوله. قرار نیست قبولش کنم. مگه اینکه تو خواب ببینی؟ میدونستم جوابش اینه. اینو بگیر نارن. میدونستم اینو میگه. من دفعه قبل باختم، دوباره این اتفاق نمیفته. 2 1 وای خدای من. بندازینش. ای مک، تقریبا 20 دقیقه وقت داری قبل از اینکه ماشین غرق بشه ازش بیای بیرون.
لعنتی. مک ماشین داره قطع میشه، عجله کن. جم. ای خدا. بچم. ماشین رفت پایین. خیلی زود غرق شد. وای خدای من. اومد بیرون، زنده موند. هی مک، نولان برو کیفو ازش بگیر. خوبه. یکی اینو ازم بگیره. بگیرش. ترسناکترین قسمت این چالش اینه که ماشین هر ثانیه بیشتر در آب غرق میشه. این یعنی دید آدم کمتر و دسترسی به کیف‌ها سخت‌تر میشه. پس اگه مک بخواد تمام جایزه رو به دست بیاره، باید تا میتونه سریع انجامش بده. اما همونطور که میبینید کار راحتی نیست. نولان بیا اینجا بگیرش. مک به بیرون آوردن کیف‌ها ادامه ده. وای خدای من. یکی بعد از دیگه. مک تو دیوونه. علاوه بر این موضوع که ماشین داشت پایین‌تر میرفت، مک اینو نمیدونست که 2 تا کیف آخر با کمربند به صندلی عقب ماشین بسته شدن. مک پتانسیل بازی کردن تو یه فیلم اکشن رو خیلی داره. واقعا. خب در واقع اون قبلا تا مرز ورود به مسابقات شنای المپیک رفته. برای همین این چالش درسته، رو ولی ماشین انتخاب 40 کرد. فوت رفته پایین و آب اون پایین خیلی سرده. چطوری میشه نفستو حبس کنی؟ یک کیف دیگه آورد بالا. خب حالا $700,000 داری دیگه، تمومش کن. اون یکی رو ولش کن، میتونی بری مرحله بعد. نه کافیه. خب گوش نمیکنه. تا اینجای کار ماشین رسما به انتهای درشه 45 فوتی رسیده بود. دیگه تقریبا غیر ممکن بود که مک بتونه آخرین کیفو بالا بیاره. هی میدونی چیه؟ اون پایین تاریکه، هیچی معلوم نیست. اصلا داری تمومش میکنی. دیگه نمیتونم ماشین رو ببینم جیمی، پس چاره ای نیست. اون قایق داره تکون میخوره. تو واقعا ورزشکاری؟ بیشتر از این ویدیو خوشت میاد یا ویدیوی قبلی؟ رفیق این ویدیو 10 برابر از اون سخت‌تره. میتونم. بابا اینکه انجام این چالش دیوونگی بود، اما 7 قواس تو حالت آماده باش بدن تا بتونن مکو از مرگ احتمالی نجات بدن. جایزه به $700,000 تغییر کرد، اما از این به بعد شرایط خیلی سخت میشه. مک باید با 3 ترس باقی مانده روبرو بشه تا بتونه $700,000 رو برنده بشه. این اصلا سخت‌تره. باشه. از عنکبوت‌ها خودت چندش‌تره. می‌بینی. داخل این اتاق یه جعبه فلزی هست. در این مرحله باید دستتو بکنی داخل جعبه و چیزی که داخلشه رو بیاری بیرون. و قبل از اینکه دستتو ببری داخل باید این برگه رو امضا کنی که میگه حتی اگر آسیب ببینی از من شکایت نخواهی کرد. فهمیدی؟ خیلی خوب، اونجا رو امضا کن. خیلی خوب، ما امضاشو گرفتیم. توش حیوان یا یه همچین حالا چیزیه؟ خودت می‌بینی. بیا این بار. دستتو ببر داخل یکی از این حفره ها باشه. و چیزی که داخلش هست رو بیار رفیق بیرون. این خیلی عجیبه ولی باشه. باید مطمئن بشم تکون می‌خوره. نکن. باشه انجامش بده. مشخص هنوز لمسش نکرده. مهم نیست چیه. بمس اینکه دستت بهش رسید باید بیاریش بیرون. چیزی که آوردی نوع جدید شکلاتای ماست. آره ما یه مدل جدید تولید کردیم و این یکی طعمش خیلی خوبه. بریم با هم بخوریمش. بیا. قرار باید نیست باز خوشمزه باشه. مهربون باشم. نظر واقعیمو دربارش بهت میگم. خیلی خوب، طعمش واقعا خوبه. مقدار شیر و نرمی محصول جدیدمون از قبل بیشتره. ما انواع طعمای تخته‌ای، شیر شکلات، بادومی که مورد علاقه خودمه و کره بادوم زمینی رو موجود کردیم. تولید محصول جدید ما کامل شده و طی چند روز آینده در فروشگاه‌ها موجود میشه. منتظر شنیدن نظرهای شما هستیم. خیلی خوب مک، برای ترس بعدی آماده جیمی، هستی؟ من قبلا دقیقاً تو همین اتاق بودم و اون موقع هم پول زیادی به دست آوردم. بذار راستشو بگم، اگه الان بهم $500,000 بدی از اینجا میرم. شنیدین اون چی گفت؟ جیمی، آخه کی $500,000 میخواد؟ $400,000. نه. ببین چی اگه میگم. میگفتی 200,000 تا یا 250,000 تا بهش فکر میکرد. باشه، 350,000 تا چطوره؟ نه. باشه بیا بریم. بریم چالش بعد. میدونستم که هم میاره. خیلی خب، میدونم دروغ گفتم و چالش قبل اصلا سخت نبود، ولی این یکی چالش بر اساس یکی از ترسناکترین کارهایی که تا حالا انجام دادم. امکان نداره. نه فکر میکنم معلومه چالش چیه. نه اصلا راه نداره. بیا اینجا بابا، امکان بیا. نداره جیمی. مشخصه که چه چالشی. از کجا معلومه؟ این قبر مک بازنده یا است. مسیح. چالش بعدی اینه که ما تو رو به مدت 24 ساعت زنده به گور میکنیم.
امکان نداره هر وقت رفیق. دلت خواست بیای بیرون، ولی اینو نمیدونی که ساعت چنده و اگر قبل از 24 ساعت بیای بیرون همه چی رو خواهی باخت. این طرز خوبیه. آره برای اولین بار من تو یه طرف میشم. رفیق ممکنه سردت بشه. دارن اشتباه نکن لطفا. تلاشمو میکنم. این یکی از کابوسامه پسر. این طرف بودنم حس عجیبی داره، ولی واقعا جالبه. این چیه دیگه؟ وای خیلی عجیبه. نکته جالب اینه که هنوز تایمر رو راه ننداختیم چون هنوز کاملا دفن نشدی. بچه ها یکم عجیبه که اینو بگم ولی میشه سریعتر دفنم کنین؟ هر طور میلت مک، نیروی کمکی بیاری. وایسا رسما تایمر رو روشن کن. 24 ساعت تازه شروع شده و من همین الانم حس خوبی ندارم. اوضاع خوب پیش نمیره. مک، اون تنابو بالای سرت میبینی؟ میشه تکونش بدی؟ اینم یه حقه است؟ نه. وقتی این تنابو بکشی ما میاریمت بیرون. و اگه زودتر از 24 ساعت این کارو بکنی همه چیزو از دست خواهی داد. خونتو آتیش میزنه. و همینطور $700,000 تو. منظورت واقعا همه چیز بود؟ همه چیز. خوب بخوابی مک. اون بیسیمو دور ننداز. معلوم بود این کارو میکنم. چشم بسته میتونم بگم انداختنش دور. خیلی کیف میده که این طرف ماجرا باشی و برای اطمینان از زنده بودنش این دستبند رو دادیم بپوشی که ما رو از شرایط حیاتی و ضربان قلب اون مطلع میکنه. البته زمانو باهاش نخواهد دید. من باید یه راهی پیدا کنم که بتونم زمانو محاسبه کنم. این روش منه. من 2 ساعت بیدار میمونم و بعد 10 ساعت میخوابم. اینطوری نصف زمان گذشته و بعد همین کار رو تکرار میکنم. مک طبق نقشه خودش باید یه راهی پیدا میکرد تا 2 ساعت بیدار بمونه. خب این فقط شکلاته ولی فکر میکنم جلوی گرسنگی رو میگیره. ولی کاملا مشخصه که خیلی زود حوصله‌اش سر. باید رو راست باشیم رفیق، تو این اتاق اتفاق خاصی نمیفته. نکته همینه. و اینکه مک انقدر زود حوصله‌اش سر رفت نشونه این بود که ممکنه موفق نشه، چون وقتی فقط 45 دقیقه گذشته بود نظر مک درباره گذر زمان کاملا اشتباه بود. فکر میکنم تا الان 2 ساعت گذشته باشه. حالا باید سعی کنم 10 ساعت بخوابم. اینطوری میتونم نصف زمان رو سپری کنم. درسته که خوابیدن باعث میشه زمان سریعتر بگذره، اولین شبی که تو تابوت خوابیدم. ولی نکته اینه که خوابیدن باعث میشه مک نتونه زمانی که در تابوت بوده رو محاسبه کنه، به خصوص وقتی که حتی نیم ساعت هم نمیتونه درست بخوابه. اصلا نمیدونم ساعت چنده. یه مقداری ترسیدم. امیدوارم به کمک خدا 12 ساعت سپری شده باشه. فکر کنم تا الان به نصفش رسیده باشه. چون وقتی من داشتم این چالش انجام میدادم دوستان دائما منو بیدار میکردن. جیمی گفتم شاید خوب باشه پسرم مکم اینو تجربه کنه. بیدار شو مک، حالت خوبه؟ اوه رفیق قیافت شبیه کسیه که کامیون از روش رد شده. واقعا فکر میکنم یه کامیون از روم رد شده. اگه اجازه داشته باشم حدس بزنم که چند ساعت گذشته فکر کنم هرچی زمان بیشتری از توی تابوت بودن مک میگذشت کمتر میتونست گذر زمان رو محاسبه کنه. فکر میکنم 16 ساعتی گذشته. از اونجایی که ما میخوایم حس هیجان و تردید رو در این کانال افزایش بدیم، از این به بعد شما هم نمیدونید چه زمانی سپری شده. و با اینکه مک مطمئن بود میتونه برای مدت کافی تو اون تابوت بمونه، مشخص بود که کم کم داره دچار ترس از تنگنا میشه. بودن تو این تابوت واقعا ترسناکه، چون این شکلیه. هرچی بیشتر این تو میمونم حس بدتری پیدا میکنم، حس دیوونه کننده ایه. اما وقتی دیدیم که مک کم کم داره میره سراغ تناب، فهمیدیم که دلش میخواد زنگه رو به صدا در بیاره. از قیافش معلومه دیگه چیزی نمونده که زنگ بزن. فکر میکنم دیگه 24 ساعت شده. خدایا استرس داره. من قبلا هم توی یکی از این ویدیوهای چالش بودم و همه چیزو باختم، اما تنها دلیلی که یه شانس دوباره به خودم دادم و برگشتم به خاطر شما بود. و حالا نتیجه این شانس دوباره به این بستگی داره که گذشت 24 ساعت رو درست حدس بزنم یا نه. واقعا امیدوارم که اشتباه نکنم. مک رفیق دوست من، آره چطوره؟ جیمی من واقعا استرس دارم. از اونجایی که نمیخوام اتفاقی زمان رو لو بدم چیزی نمیگم. نمیدونم چطوری این کارو 7 روز انجام دادی رفیق. من حس خوبی ندارم. آره به این نقطه رسیدی که دیگه جریان خون رو تو پات حس نمی‌کنی. یا نقطه که حس میکنی کمرت داره از بدنت جدا میشه. جیمی دارم به کشیدن این طناب فکر نظری می‌کنم. ندارم. جیمی اگه بهم بگی ساعت چنده $50 بهت پس میدم. نظری ندارم. خیلی خوب یه نظری دارم. یه خاک انداز آماده کن باشه. 3 وای خدا میخواد انجامش بده. 2 داره انجامش میده. 1 اوه نودان. تایمر رو متوقف کنید. و حالا که مک تصمیمشو گرفته فقط یه کار مونده که انجام بدم.
اشکال نداره این کار درباره شاپیفای توضیح بدم. حتما داری شوخی میکنی. شاپیفای یه نرم افزاری که به کارآفرینا کمک میکنه تا تجارت خودشون رو شروع کنن. گاهی اوقات شروع کردن یه تجارت ممکنه مثل محاصره شدن با عنکبوتا و زنده به باید گور بگم شدن هیچ کس ترسناک دلش باشه. نمیخواد زنده به گور شاپیفای بشه. اینجاست تا به شما کمک کنه. اگر من تجارت خودم رو شروع نمیکردم هرگز نمیتونستم به جایی مثل جنوب کام برم. مثل میلیون ها نفر دیگه که تجارتشون رو با شاپیفای شروع کردن. شما میتونید همین الان این کارو انجام بدید. مک میخوای بدونی چند ساعت شده؟ مطمئنم تا نیام بیرون چیزی بهم نمیگی. حست درسته. یکی از مزایاش اینه که میتونم کارهای جالبی انجام بدم مثل فرستادن دوستان به مسابقه سوپر بول. کارل و نوران هر کدوم یه توپ فوتبال اختصاصی برای فروش دارن و توپ فوتبال هر کدوم فروش بیشتری داشته باشه بهش بلیت مسابقه سوپر بول میدم و اون یکی رو زنده به گور میکنم و همش بستگی به این داره که شما این نرم افزار رو دانلود کنید و با خریدن توپاشون به نوران یا کارل رای بدید. حالا که هزینه‌ی این ویدیو تامین شده ببینیم مک $700,000 از دست داده یا نه. سلام. اینم سنوریه بیرون قبل خوش اومدی پسر. بیا ببینیم که 24 ساعت اون تو بودی یا نه. اگه زمانی که نشون داده میشه کمتر از 24 ساعت باشه $700,000 رو از دست خواهی داد. حالت تعبو داره. 3 2 1 36 ساعت و 29 دقیقه تونستم درست حرف بزنم. لعنتی. ازش میترسم. تبریک میگم مک. این یعنی حالا فقط یه چالش مونده تا بتونه این پولو برنده بشی. بزن بری. بهتر اول دوش بگیری. آره اصلا بوی خوبی نمیده. تا اینجا ویدیو مک نشون داده که به هیچ وجه نمیتونم بترسونمش، اما آخرین چالش این ویدیو ممکنه بزرگترین ترس مک باشه، به خاطر اینکه آخرین چالش این ویدیو دقیقاً همون چالشیه که تو ویدیوی قبلی نتونست از پسش بر بیاد. حالا آخرین چالش. اینو جلوی صورتت بگیر تا چیزی نبینی. بیا. من نگاه نمیکنم. نگاه نمیکنم. چشاتو باز نکنی ها؟ باز نکن. همینطور بیا. بیا 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 بیا. حالا باز کن. بازش کن. نگاه کن. نه من دوباره انجامش نمیدم. نه بیا اینجا. نه جیمی دوباره انجامش نمیدم. بیا اینجا. بیا جلو دوربینا. بیا. نه خیلی خوب. پدر. آخرین چالش. ما این صحنه رو به همون شکلی چیدیم که اون در ویدیوی قبلی $800,000 از دست داد. قوانین مثل دفعه قبل بسیار راحتن. 4 مرحله وجود داره. در هر مرحله یک آبنبات که روش یه شکل هست دارین. باید بدون شکستن اون آبنبات شکل رو از داخلش جدا کنین. و اگه آبنبات بشکنه $700,000 از دست میدی و اینطوری دومین باری میشه که این بازی رو خواهی باخت. این یکی از کابوسام. اصلا دلم نمیخواد اینجا خوبه، باشم. چون یه پیشنهاد برات دارم. میتونی بیخیال بشی و با $300,000 از اینجا بری یا بری سراغ آبنبات‌ها و اگه بتونی این چالش رو ببری $700,000 رو برنده خواهی شد. چطوره ها؟ خوبه؟ این واقعا تصمیم حساسه. میدونم خیلی حساسه. این پول اصلا کافی نیست مگه نه؟ از نصفم کمتره. اگه بازم ببازی در واقع $1.5 میلیون سر این بازی از دست دادی. مطمئنی؟ داره میکوبه به زمین. مک میدونم انتخاب سختیه، اما باید تصمیمتو اعلام کنی. میخوای با $300,000 بری خونه یا میخوای کل پولتو سر این بازی به خطر بندازی؟ خیلی خوب باشه انجامش خب راستشو بخوای واقعا خوشحال شدم. واقعا دلم میخواد ببری. اگه به این آیپد نگاه کنید میبینید زمانی که مک تو ویدیوی قبلی صرف تموم کردن این 4 مرحله کرد چقدر بود. 34 دقیقه و 54 ثانیه. خب حالا من میخوام دقیقاً همین قدر بهت زمان بدم. خب از همین حالا شروع شد. آبنباتو موقع باز کردنش نشکنی ها. خب اینو درسته که داره سریع انجامش میده، اما ممکنه این به نفعش نباشه، چون اگه اتفاقی آبنباتو بشکنه بازی رو میبازه. 34 دقیقه. به همین زودی تموم شد. اسکنش کن. ضبط شد. این دفعه با دفعه قبلی خیلی میخوام فرق تا هر داره. وقت دلم خواست برای دایره وقت بذارم. بزن بریم. داره خیلی سریع پیش میره. لعنتی. چقدر باز کردنش سخت شده. چون استرس داری؟ میخوای کمکت کنم؟ کمک میکنم؟ بازش کن. باشه اینو بگیر. باز کردنش خیلی سخته. خب چرا این کارو کردی؟ خب که تقصیر من نبوده. مراقب باش. اصلا فنی روش مک منطقیه. میخواد تمام شکل‌ها رو به سرعت انجام بده تا بیشتر وقتشو برای چتر نگه داره که باعث شد $800,000 ببازه. هنوز 32 دقیقه. آره میخوام همش رو برای چتر نگه دارم. اون خیلی سخته. برو کنار. رفتم کنار. بازش کن.
اجازه بده. آها. بجون بزن بریم بجون مک زمین بازیمو خراب نکن. به پیق بد اینا رو شلتر میبستی. لازم نیست عجله کنی چون یه عالم زمان داری. منظورم اینه که سعی کن دقت کنی چون این یکی خیلی حساس تره. این که خیلی سخته ولی نه به سختی چتر. مسابقه اصلی اونجا شروع میشه. خدایا خیلی سخته. وای خدای من. خب دیگه اینو لازم ندارم. من شاید هنوز جدا نشده باشه. اوه خیلی خوب باشه. هنوز 29 دقیقه زمان داشت. اون دوتای اولو تو 4 دقیقه انجام داد. نمیدونم چرا این کارو کردم. وای خدای من. دوباره همونطوری شو داره؟ بیا دستت بده من. نه جیمی خواهش میکنم نمیخوام من دستش بدم. نه جیمی. بیا بلند شو. نه رفیق اصلا نمیدونم الان چه حسی باید داشته باشه. من خیلی وقت داشتم میدونم. آره. اصلا نمیدونم چرا اینقدر عجله میکردی. خب به خاطر چتر چون چتر خیلی وقت لازم داشت. درسته. خیلی خوب. مک به من گفت که امکان نداره تو این ویدیو بتونم از چیزی بترسونمش. بعد از اینکه از مرحله عنکبوت‌ها غرق شدن ماشین و بقیه چیزا گذشت واقعا داشتم حرفشو باور میکردم. خدا به همراهم. تنها چیزی که تونست به مک غلبه کنه ترس از شکست خوردنش بود. خدا به همراهم.